شیخ ابو مصطفی درویزاده رحمه الله تعالی، الله سبحانه و تعالی قبر از را باغچه از باغچه های جنت بگرداند. یک شخصیت مبارز و مجاهد و عامل به کتاب الله و سنت رسول الله بود. یک دعوتگر بود که از هیچ کسی در روی زمین حراس نداشت بجز الله و همیشه سخن حق به زبان این شخصیت جاری بود. امروز متاسفانه بعضی از دعوتگرها و موحد نماهایی که در بعضی کشورهای کفری و امثال هم در یگام جاهای آرام نشستن و در پشت این شخصیت ها گپ میزنند، اینها منافق و فاسق هستند. الله اینها را هدایت کنند، اگر قابل هدایت نیستند اینها را هلاک بگرداند که در پشت چنین شخصیت هایی که عمرشان در زندان و در دعوت گذراندند و جان خود فدای دین الله کردند. امروز هم میبینیم که این بدبختا با جای از که در پشت اینها دعای خیر بکنند، در مقابل اینها تمسخر و گستاخی میکنند. الله سبحانه و تعالی اینها را در دنیا و آخرت روی سیاه بگرداند، ذلیل خوار بگرداند. و الله سبحانه و تعالی با شیخ ابو مصطفی درویزاده رحمه الله جنت الفردوس نصیب بکنه. خوار و ذلیل باد دشمنانش، بدبینانش.